بالانس فقط ایستادن روی یک پا نیست، یعنی اعتماد بدن به مرکز خودش. اگر توی حرکاتت تعادلت رو از دست میدی یا وقتی میخوای بالانس بشی ناخودآگاه بدنت رو صفر میکنی، این ویدیو دقیقاً برای توه. بیشتر ماها فکر میکنیم بالانس یعنی محکم گرفتن عضلات و ثابت نگه داشتن بدن. اما بالانس درست از رها بودن هوشمندانه میاد، نه از فشار. پایداری یا استابیلیتی یعنی بدن در حین انجام حرکت هم احساس امنیت کنه. تعادل یعنی حفظ موقعیت بدن، اما پایداری یعنی حفظ کیفیت و امنیت بدن در حین حرکت. ممکنه روی یک پا ایستاده باشی و بالانس شده باشی، اما اگر بدنت میلرزه یا سفت شده پایداری نداری. در واقع پایداری از کنترل نمیاد، از آگاهی میاد. بالانس چیزی نیست که بسازیش. وقتی عجله و فشار رو رها کنی خودش ظاهر میشه. اگر بدنت احساس امنیت بکنه خود به خود حرکات پایدارتر میشن. حالا میتونی هوشمندانه تمرین کنی و بهتر برقصی. اگه میخوای تکنیکات رو با آگاهی و بدون فشار اجرا کنی، پلیلیست بادی اورنس رو دنبال کن.